بالاخره بعد از مدت‌ها دوباره برگشتیم با پارت جدید روایت برزرک. ببخشید که خیلی طول کشید، میدونم خیلی طول کشیده، ولی سعی میکنم که زودتر براتون آپلود کنم. از الان بگم که این پارت آپلود شد، احتمالاً چند روز بعدش پارت بعدی رو پردیس براتون میگیره و آپلود میکنیم. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو میخوام بگم که ما درگاه ریمیت درست کردیم. اگر دوست داشتید و از ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتید ما رو حمایت بکنید و به ما انرژی بدید، درگاه ریمیت هست و خیلی دوستتون داریم دیگه. خلاصه اصلا اجباری به کمک یا حمایت مالی نیست، ولی اگر دوست داشتید و از کارامون خوشتون اومد میتونید که ازش استفاده بکنید. بدون معطلی بودو بریم سراغ ادامه داستان. بعد از همه اون اتفاقات که تو پارت قبلی افتاده بود، ما میرسیم به ریکرت و پاک که دارن با هم دیگه صحبت میکنن و ریکرت هنوز زیاد عادت به دیدن پاک نداره، چون نمیتونسته زیاد الفا رو ببینه و هنوز هم بعد از این همه مدت براش غیر منتظره به نظر میاد. ریکرت از پاک تشکر میکنه که تو کل این مدت کنار گاتس بوده و مراقبش بوده و حتی گاتس رو به راه راست هدایت کرده. در همین میان گودو میاد و لباسای کار خودش رو به تن میکنه با اون مریضی که داره و شروع میکنه به کار کردن با اون حال بدش. ریکرت هم که میاد گودو رو راضی کنه تا برگرده و استراحت کنه، گودو اصلا درخواست ریکرت رو قبول نمیکنه و راضی نمیشه تا برگرده استراحت کنه و از ریکرت میخواد که مراقب اریکا باشه و یه جوری بهش میگه که انگار این آخرین باریه که زنده است و قراره مثلا 2 دقیقه بعد بمیره. اون رو به ریکرت میکنه و میگه اریکا دختر واقعی من نیست و در واقع من اریکا رو بیرون خونه آتیش گرفته پیدا کردم و وقتی که خیلی کوچیک بود اون اومد تو زندگی من و من زندگی بدی که داشتم با وجود اریکا باعث شد که معنا پیدا کنه و زندگیم قشنگتر بشه. گودو شروع میکنه به تعمیر شمشیر معروف گاتس، ولی قبل از شروع یه دیالوگی به ریکرت میگه که خیلی جالبه. رو به ریکرت میکنه و میگه که برو به اون احمق بگو که مثل من نباشه و ادامه زندگیش مثل من نشه. منظورش از اون احمق خود گاتسه و میخواد که گاتس دنبال انتقام جویی نباشه و دنبال خانواده باشه و در واقع ما از گذشته گودو آنچنان نمیدونیم، ولی تنها چیزی که میدونیم اینه که اونم طرد شده و مجبور شده که این کارو دور از چشم حاکما و پادشاه انجام بده و آهنگری بکنه و با وجود اریکا باعث شده که زندگیش قشنگتر بشه و یعنی قبل از اون و بدون وجود اون یه آدم تنهایی بوده که فقط تو تنهایی خودش کاراشو پیش میبرده، درست مثل گاتس. در واقع ما الان گاتس هم میبینیم که شخصیتش داره تغییر میکنه و آدم انتقام جویی بوده و هستم هنوز، ولی یه خورده این انتقام تو دلش کاهش پیدا کرده و وجود آدمایی مثل ریکرت و اریکا و همه این آدما و صحبتایی که باهاشون و حتی وجود پاک که خیلی مهم بوده و در واقع الان گاتس یه آدمی شده که میخواد کاسکا رو نجات بده و آدمای دیگر رو نجات بده و این خودش خیلی قشنگه. خب برگردیم به داستان. گاتس رو می‌بینیم که تمامی سلاح و زره‌هاش بازسازی شده، تعمیر شدن، درست حسابی، قشنگ خیلی خفن شدن و جدید مدید شدن و ریکرت رو می‌بینیم که به دست آهنی گاتس کلی آپشن جدید و تغییرات جدید اضافه کرده، همونطور که داخل تصویر می‌بینید و انگاری که مثلا هند کنونه کافی نبود، الان بو هم اضافه شده و گاتس میتونه تیر و ارو مثلا شلیک بکنه از تو دستش و خیلی خفن. حالا در ادامه فایتش رو ببینید کرکوپری واسهتون نمیمونه واقعا. گاتس و ریکت دارن راجع به کاسکا صحبت میکنن و ریکت به گاتس جای احتمالی کاسکا رو میگه، آلبیان تمپل، جایی که به اسم تاور آف کانویکشن یا همون برج کانویکشن معروفه و مردم میشناسنش. البته دقیق مشخص نیست که کاسکا الان کجاست، ولی گاتس تنها همین راهو داره و باید بره اونجا. گاتس آخرین خدافزی خودش رو با اریکا، ریکرت و گودو میکنه و برای سفر جدیدش آماده میشه و به تنهایی به دل خطر میزنه و میره به دنبال کاسکا تا اون رو نجات بده. اینجای مانگا ما با گاتس کلا خداحافظی میکنیم و برمیگردیم به 1 ماه قبل و در واقع فلش بک میخوریم و دنیا رو از دیدگاه فارنیس با هم دیگه میبینیم. از اونجایی که فارنیس شخصیتیه که من خودم دوستش ندارم، ممکنه شما به خاطر یه سری مسائل داستانا شاید خوشتون اومده باشه ازش، ولی خب از اونجایی که یک بچ خطاب میشه در کلا کامیونیتی برزرک، منم واقعا دوستش ندارم و ممکنه که اصلا کلا این سایت بورینگ باشه براتون. برای همون من خیلی سعی میکنم خلاصه کنم داستان رو و میریم سر اصل داستان و اتفاقاتی که داره میافته، چون قراره با کاراکترهای جدید و خفنی آشنا بشیم.
خلاصه بگم که فارنیس از اونجایی که نتونسته گاتس رو دستگیر کنه و آبروش رفته جلوی همه، گند زده شده به زندگیش و اعضای حال و حکومت یا همون هولیسی تحقیرش کردن و الان پرتش کردن بیرون و بهش مأموریت دادن تا به دنبال دلیل دیدن اون خواب یکسانی که همه مردم با هم دیگه دیدن یا همون هاک آف د لایت، یعنی اون شاهین سفیدی که همه دیدن که میاد همه رو نجات میده از تاریکی و فلان اینا، دنبال دلیل اون بگرده. با توجه به چیزهایی هم که خودش دیده و فکر میکنه، اون تجاوز اون اسبه بهش، نمیدونم اون جایی که یک روحی تسخیرش کرد و میخواست بره بالا سر شمشیر گاتس اونجاشو بکنه تو شمشیر گاتس و فلان و همه این داستانا، با توجه به اینا ایشون رو انتخاب کردن که بره دنبال قاقالیریش. در واقع الان هم داره یه سری آدم رو داخل یک کیجی اسکورت میکنه و با ارتش هولی آیرون چین نایتس خودش که این آدمایین که فارنیس داره ازشون محافظت میکنه. این آدمایی که توشن خیلی مهمن و مردم همش دارن پشت سر این آدمایی که توی اینن حرف میزنن و از اون آدمایی که داخل اونن میترسن و چیزایی از این قبیل میگن که اینا قتلای دست جمعی کردن و 500 نفر آدم رو درجا کشتن و تیکه پاره کردن و شکنجه کردن و از این حرفا. و اسم یه فردی میاد که همه ازش میترسن و میگن داخل این کیج است و اسم اون فرد هست مازگس. اینجا ما تو داستان با این فرد آشنا میشیم و بریم جلوتر بهتون بگم. تو همین حوالی ما میبینیم که عده‌ای از روستایی‌ها اون بالاماله ها کمین کردن و میخوان که به هولی آیرون چین نایتس حمله بکنن و اون کیجه و آدمایی که توشن رو بکشن و خیلی جالبه. میان اینا رو بکشن، در کابین باز میشه که برن تو بکشن. بله، به مازگس و اعضای تیم شکنجه اون سلام کنین. اولین چیزی که میبینیم به توجه من جلب میکنه قیافه شبیه به کتاب و تخت این مردک زشته. واقعا شبیه کتاب و تخته. این کشیش واقعا قیافش عجیب غریبه. فارنیس میاد و به دست و پای این مازگس میافته و در واقع یه جورایی دستمال میگیره به دست و با کرم کارهای دفتری مازگس رو انجام میده و میگه که وای 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 ببخشید من نتونستم شما رو نجات بدم. وای که من چقدر از این فارنیس بیشرف بدم میاد. مازگس هم خیلی چیل و آروم رو به فارنیس میکنه و میگه عزیزم تقصیر تو نیست، اصلا این چیزا مهم نیست، تا وقتی خدا هست من ترسی ندارم و شما هم تقصیری ندارید، اصلا نگران نباشید. بعدش هم میاد تیم شکنجهگر خودش رو به سرپیکو فارنیس نشون میده و معرفی میکنه تک تکشون. واقعا پشمای من ریخته که اینا چقدر خفنن، استایلاشون و اصلا خیلی عجیب غریبیه. در همین حال یکی هم از این کسایی که بهش حمله کردن رو زنده نگه داشته، در واقع اسیر کرده یه سری از این آدما رو. یکیشونو میاره جلو و ازش میپرسه که چرا به ما حمله کردی؟ برای چی به ما حمله کردی؟ اون بدبخت هم میگه که برای انتقام. احمق، این یارو جلوت با این همه آدم شکنجهگر وایسن میگه برای این چی آخه؟ مازگس میگه من فقط کاری رو که خدا میخواست انجام دادم و با سخن هولیسی این کار رو انجام دادم و عدالت رو برقرار کردم. اون مرده شروع به مازگس میگه که نه خیرم، تو روستای ما رو بی خدا اعلام کردی و چون باج نمیدادیم این اتفاق افتاد. برای همینم وقتی که مردای روستای ما بیرون بودن برای کار کردن، تمام زن و بچهای روستا رو گرفتی آتیش زدی مردک. اینجوری که صحبت میکنه مازگس کاملا قاطی میکنه، آمپرش میزنه بالا، ریج میکنه و قیافش کلا شکلش عوض میشه، انگار اپاسله. واقعا شما اینجا میبینی انگار اپاسله، یارو قیافش یه جوری ریج مودش عوض میشه و با کتاب تو دستش که انجیل مقدس هم هست میزنه تو فرق سر اون مرد بیچاره و یارو پاره پوره میشه و میگه که فقط ما و اعضای هولیسی هستیم که اجازه تصمیم گیری و اجرای فرمان خدا و عدالت رو داریم. یه توضیح راجع به هولیسی من بدم که کیان. این اعضای حکومت و اون کسایی که توی اون حاله دور فارنیس جمع شده بودن تصمیم گیری میکردن که چیکار کنن. اونا اعضای هولیسی ان. در واقع یه سری آدمن و یه سری مثلا پریست و کشیش و اینجور حرفا، یا آدمای بالارده تو حکومتن که به خدا خیلی اعتقاد دارن و خیلی معتقدن و اون کشور و اون حکومت روی دست اینا میچرخه کلا. و این پریست هم یکی از اعضای خفن همون هولیسیه و با اونا همکاری میکنه که فارنیس هم الان زیر دست هولیسی داره
داره کار میکنه. این میون مازگس میاد از فارنیس سوال میپرسه که به نظر بهترین شکنجه برای امثال این آدمای بی خدا چیه، اینایی که الان تعریف کردیم؟ فارنیس هم با کلی ترس و اضطراب میگه که شکنجه چرخ چوبی یا همون چرخ کاترین معروف که تو تاریخ معروفه. این همون شکنجه‌ای که افراد رو به یک چرخی مسلوب میکنن، دونه دونه مثلا اعضای بدنشون رو میشکنن، جر و واجر میکنن، قطع میکنن و فلان و اینا و ول میکنن روی اون چرخه تا بمیری. اگر زنده بمونی گناهانت بخشیده میشه، ولی این دوستانمون که شکنجه‌گر هستن یه جوری دارن این مردم بدبخت رو با اون چرخ و پاره پوره میکنن و میزنن، مسلوب میکنن که اصلا کرکوپری واسه من و فکر کنم شما هم نمونده واقعا. فارنیس هم نمیتونه این صحنه رو ببینه. خانم خودش ماشاءالله زنی که کثافت خودش دستور داد که به نظر من این شکنجه خیلی خوبه استاد، از روی ترسش بوده، ولی چون نمیتونه اینا رو ببینه کلاه خودش رو میذاره رو سرش به کسی متوجه ناراحتیش نشه. سربی کنم که واقعا کرکوبرش ریخته و از یه طرف آزان رو میبینیم که خیلی عصبانیه. تنها کسی که از اون اول از این کشیش کتابی خوشش نمی اومد خود آزان بود و تو کتش نمی رفت و سردار آزان از اون آدمایی که من خیلی باهاش حال میکنم. از همون موقعی که با گاتس داشت میجنگید و ما دیدیمش تو داستان، من واقعا با این یارو حال کردم که چقدر بااستعداده و واقعا هیچ قدرتی هم نداره، فقط یه آدم جنگجوی خیلی خفنه. حالا این وسط یه اتفاقی میفته که اصلا شاید بی ربط هم باشه، ولی خب این وسط یکی از این زندانیا که اینا گرفته بودن میخواستن شکنجه کنن و اینا، این وسط فرار میکنه، میدوه، مضطرب، پل پل داد میزنه، فریاد زنان، میدوه، میخوره تو سینه های یه نفر و اون فرد کسی نیست جز احتمالاً خودتون همین جوری که الان داره دوربین میاد بالا باید از مدل موش و رنگ پوستش فهمیده باشید کیه. بله، اون شخص کسی نیست جز کاسکا و زنی که داره از کاسکا مراقبت میکنه، چون میدونه کاسکا بلد نیست حرف بزنه و ما کاسکای بیچاره رو میبینیم که آب دهنش کلن آویزونه و دست به سر اون مرد بدبخت میکشه و میخواد آرومش کنه، ولی اصلا اینطوری نیست. به این زنه بعداً باز میگردیم و این داستانا ادامه داره، ولی خب ما الان بعد این قسمت یک صحنه وحشتناکی رو میبینیم و در عین حال خفن که یه سری افراد روستا همه به چرخ مسلوب شدن و سر نیزه زده شدن، رو به آسمون رها شدن تا بمیرن. خیلی ترسناکه این صحنه. کاسکا هم با آب دهن آویزونش داره این بدبختا رو میبینه و همینجوری کشون کشون یکی داره دستشو میکشه و این دختر است که همراهشه و دستشو هی میگیره و میکشه تا از جمعیت دورش کنه کاسکا رو، چون احساس میکنن که این دوتا با هم دیگه دوست شدن، ولی ما هنوز تو داستان نمیدونیم برای چی و تو ادامه داستان میفهمیم. این دختر هم همینجوری داره دست کاسکا رو میکشه تا کاسکا رو به سمت برج کانویکشن یا تاور آف کانویکشن ببرتش. اینجا خودتون فکر کنید که کاسکا داره میره به تاور آف کانویکشن همراه با برند آف ساکریفایس یا نشان قربانی که یک آدم کرس شده است در واقع و منطقه‌ای که پر از کشیش و مردم معتقده. خودتون فکر کنید که اگه کاسکا بره اونجا و اینقدر بی‌زبونه چه اتفاق عجیب غریب و شومی قراره بیفته و ما فقط باید دعا کنیم که تو پارتای بعدی گاتس از سر راه برسه و بیاد به کمک کاسکا که احتمالاً کلی هم خون و خونریزی داریم و داریم به جای خوشگلی میریم. خب بچه‌ها این بود از روایت پارت 17 برزرک فکر کنم، اگر اشتباه نکنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه، ببخشید که دیر به دیر شد و امیدوارم که لذت برده باشید تا اینجای داستان. حتما چنل دیسکورد ما رو جوین بشید، اونجا با هم دیگه کلی گپ و گفت بزنیم و با هم در ارتباط باشیم راجع به انیمه، مانگا، داستان‌های اساطیری، ترسناک فلان اینا. لینک ریمیتمون هم توی دیسکریپشن هست، میتونید ببینید و اگه دوست داشتید ما رو دونیت بکنید و ازمون حمایت بکنید. اصلا اجباری نیست، ولی اگر دوست داشتید به ما کمک کنید و کانتنت ما رو دوست داشتید و خواستید به ما انرژی بدید، چرا که نه. ممنون از همگی، تا روایت بعدی و ویدیوهای بعدی، فعلا خداحافظ.